امروز حوالی ساعت 7 صبح وقتی که به طرف کار خود می آمدم در منطقه تیمنی گذشته از جماعت خانه اسماعیلیه، یک انفجار هولناک و مهیب بالای کاروان ما که می آمدیم قطار موترهای ما صورت گرفت. یک تعداد از محافظین ما که مردان بسیار شجاعی هستند زخم برداشتند که به شفاخانه امنیت انتقال شدند و به ما و فرزند جوانم عبادالله جان که در کنار ما بودند آسیب نرسیده. کم سوختگی بسیار سطحی سر روی ما است و کم دست ما افگار شده به خاطر که موج بسیار قوی داشت و شیشه موتر ذوب شد. ولی در این زمان به تعداد زیادی از هموطنان ما که در اون مسیر که سرک بسیار تنگ است آسیب جانی رسیده و آسیب مالی رسیده. ما از حجم خساره و از تعداد مجروحین و خدای ناخواسته تلفات من نمیدانم، ولی از تمام وطندارای ما که در اون مسیر امروز صبح به خاطر عبور ما برشان آسیب رسیده، آسیب به مالشان رسیده و به جانشان رسیده، ما عذرخواهی میکنم.